به نام صاحب سلامتی. خانم آقایون سلام، نیمروزتون به خیر باشه. با اعلام ساعت 13:30 طبق روال همیشه با گفتگوی ویژه شبکه سلامت سیما همراه و هم لحظه شما عزیزان هستیم و امروز هم به موضوع مورد بحثی قرار بپردازیم که این روزها دغدغه خیلی‌ها شده و شاید حرفا در رابطه باش در این مجال و فرصت 30 دقیقه ما نگنجه، ولی همه تلاشمون رو می‌کنیم که انشاءالله بتونیم به نحو احسن نکات رو منتقل کنیم. و اما امروز با افتخار و احترام بنده میزبان جناب آقای دکتر حمید یعقوبی هستم. ایشون رئیس جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران هستند و نایب رئیس انجمن روانشناسی ایران و نایب رئیس انجمن رواندرمانی ایران. قرار بپردازیم به مطالبات حوزه سلامت روان در دولت 14. آقای دکتر سلام و درود، خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. امیدوارم حال دلشون خوب باشه. خدمت شما هستم. سلامت باشید. دعوت می‌کنم شما عزیزان هم با ما باشید. این روزها چند تا سوال کلیدی مطرحه. اول از همه این که چقدر نیاز به روانشناس و مشاور مراجعه کنیم، چقدر نیاز آرامش روان خودمون رو تضمین کنیم و در این بستر مجال چگونه میتونیم قدم برداریم. با ما باشید که به این سوالات به درستی در این مجال پاسخ خواهیم داد. خوش برگشتید و متشکرم از اینکه قاب شبکه سلامت سیما و برنامه زنده مثبت سلامت رو برای تماشا انتخاب کردیم. بریم سراغ پرسش و پاسخ‌هایی که خیلی میتونه مؤثر و کلیدی باشه و دعوت میکنم حتما نمایندگان عزیز در دولت 14 هم در حیطه‌های مختلف، عرصه‌های متفاوت این مواردی که امروز قرار در برنامه مثبت سلامت مطرح بشه رو مد نظر قرار بدن. آقای دکتر یعقوبی، چرا باید به اهمیت سلامت روان بپردازیم؟ ببینید، مسئله سلامت روان یکی از اجزای مهم سلامته. سازمان جهانی بهداشت 1948 تعریفی از سلامت داده که میگه سلامت عبارت است از حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری یا معلولیت. یعنی ما اگه معلول نباشیم به معنی نیست که سالمیم. تازه وقتی سالمیم که سلامت جسم داریم، سلامت روان داریم، بله. سلامت اجتماعی هم داریم، اخیراً حتی سلامت معنوی هم میگن. و در همین راستا یک حدیثی از امام محمد باقر هست، ظاهراً به جابر جوفی میگه که جابر بدان که هیچ دانشی چون سلامت و هیچ سلامتی جز یا چون سلامت قلب یا سلامت جان نیستش. پس مسئله سلامت مسئله مهمی هستش. بله. و عوامل مختلفی هم روش تأثیر دارن. شاید ما فکر کنیم که سلامت یه امر فردیه، ولی تحقیقات نشون میدن که اینجوری نیست. 5% سلامت ما، حتی سلامت جسمیمون، به ژنتیک و عوامل زیستی بستگی داره. 10%ش به نظام ارائه خدمات سلامت، مراکز بهداشتی درمانی بله. و سیستم بهداشت درمان کشور. 30% به عوامل رفتاری که مربوط خود فرد میشه. 55% برمیگرده به شرایط اجتماعی، به عوامل اجتماعی مثل فقر و بیکاری و بله. نابرابری و تبعیض و بی‌عدالتی و حاشیه نشینی و رانت و فساد و امثال. یعنی عوامل اجتماعی خیلی خیلی تأثیر داره. بله. این روزا که ما در بحث انتخابات هستیم، کاندیدای محترم اگر میخوان برای بهداشت مردم، برای سلامت مردم کار کنن، باید به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هم توجه بکن. اونجا بیشتر تاثیر داره رو سلامت تا خود سلامت روان. بله. خب حالا بریم سراغ مطالبات حوزه سلامت روان. بیشتر که در آستانه انتخابات 14مین دوره از ریاست جمهوری هستیم و مطمئنا همین روز شماری که شما بالای تصویر دارید تماشا میکنید به ما نشون میده که چند روز دیگه باقی مونده تا یک مشارکت همگانی عمومی به واسطه مردم عزیزمون. چه مطالباتی از دولت 14 در حوزه سلامت روان مهمه؟ ببینید، بذارید من اول وضعیت سلامت روان و آسیب‌های روان اجتماعی در ایران رو بگم. بله. بعد بگیم چه چالش‌ها و چه فرصت‌هایی داریم و چه مطالباتی از کاندیدای محترم. ببینید، یه تحقیق سال 78 انجام شده. گفتن که 21% مردم ایران به گونه‌ای از مشکلات روانشناختی رنج میبرند. این تغییر تو سال 90 گفته 23.6% و تو سال 99 گفته 29.7%. یعنی یه روند افزایشی داره و در همه جا خانم‌ها
تاکید میکنم به کاندیدای محترم که به سلامت روان و سلامت خانم‌ها بیشتر بپردازن و به خصوص اخیراً به جوانان. بله. از طرفی ما کرونا رو داشتیم، یه پاندمی جهانی کرونا. تحقیقات نشون داد که کسانی که کرونا گرفتن یا کسی در خونهشون بر اثر کرونا فوت کرد 40% مبتلا به اختلال روان شد. عجب. انجمن روانشناسی امریکا در 2020 4 سال قبل گفت بعد از پاندمی کرونا سونامی اختلالات روان میاد. پس مسئله سلامت روان مهم است. اگه به بقیه شاخص‌ها نگاه کنیم، خودکشی تو دنیا یه روند کاهشی داره. بله. مثلا از 14 به 100,000 رسیده به 10 به 100,000. ولی در ایران متاسفانه روند افزایشی داره. خوشبختانه ما پایین‌تر از میانگین جهانی هستیم، اما نسبت به سالهای قبلمون مشکلاتمون بیشتر شده. مسئله استرس که اصلا معلومه که همه مردم استرس دارن. آخرین تحقیقات نزدیک به 30% گفتن تو یک سال اخیر یک استرس عمده ای رو تجربه کردن. باز یکی دیگه از آسیب‌های روانشناسی میتونیم به بحث طلاق نگاه بکنیم و اشاره بکنیم. نسبت طلاق به ازدواج 47.5% تقریباً به ازای هر دو تا ازدواج یک طلاق. حالا تو بعضی استان‌ها بیشتره، تو بعضی استان‌ها مثل سیستان بلوچستان، ایلام و دیگران کمتره. و این روند حالا تاثیرگذاری یک مشاور روانشناس خوب هم در همین پروسه که آقای دکتر اشاره کردن خیلی میتونه مهم باشه. الان قوه قضاییه به هر حال در روند طلاق زوجین هم جلسات مشاوره رو اجباری کرده، لزوم شرکت در جلسات مشاوره رو قرار داده و این امر خیلی مهمی هست. خیلی وقتا ممکنه واقعاً دو تا آدمی که با هم ازدواج کردن، یه زوج به خاطر عدم مهارت‌های حل تعارض و حل مسئله کارشون به طلاق بیانجامه. بله. یا به خاطر انتخاب نادرستی قبل ازدواج. لذا مشاورهای قبل ازدواج، مشاورهای طلاق و اقداماتی که داره صورت میگیره بایستی افزایش پیدا کنه. بله. باز اگه نگاه کنیم بقیه آسیب‌ها، مثلا گرایش به مصرف موادم قابل توجه هست، چه مصرف کنندگان دائمی چه مصرف کنندگان تفننی، باز این یک آسیب هستش. هیجانات زیادی که ما ایرانی‌ها تجربه می‌کنیم، به نظر من که خشم، که اندوه. ما شادی رو هم تجربه می‌کنیم، علاقه، تعجب، شگفتی و امثال هم. فقط هیجان خشم و اندوه زود بالا میره، دیر پایین میاد. ولی شادی زود بالا میره، زودم پایین میاد. لذا باید به این مسئله دقت کنیم که زمینه‌های خشم و اندوه رو کمتر کنیم. اینا وضعیت سلامت روان کشوره. حالا یه سری چالش‌ها داریم و یه سری فرصت‌ها. بذارید من بگم چه چالش‌هایی داریم. دیدیم که روند آسیب‌های اجتماعی رو به رشده. یک نگاه منفی غیر علمی نسبت به اطلاع رسانی آسیب‌ها وجود داره که ما فکر می‌کنیم اگر اینا رو اطلاع رسانی کنیم امر ناگواری است. این اشتباهه. در صورتی که دنیا میگه اگر شما اطلاعات رو به مقدار کافی و درست در اختیار مردم بذارید، مثلا الان ما فکر می‌کنیم که چند درصد مردم مصرف کننده گل یا حشیشن، همه میگن خیلی، در صورتی که آمار اینجوری نیست. ولی چون آمار رو نداره، اطرافش رو نگاه میکنه، فهم میکنه زیاده. لذا حالا من انگلیسیشو میگم، فارسیشو میگم، نورم کارکشن، اصلاح هنجارهای ذهنی یه استراتژی پیشگیری از اعتیاد یا آسیب‌های اجتماعی است. لذا وقتی اطلاعات رو در اختیار جامعه علمی قرار میدیم، اون دلسوزان میان کار میکنن. نباید بترسیم از سیاه‌نمایی. این چالش که وجود داره، ما میگیم خیلی وقتا اگر اختلالی رو توضیح بدیم منجر به این میشه که افراد رو خودشون برچسب بزنن، اتیکت بزنن و تصورشون این باشه که مثلا الان فلان اختلال مطرح شد، من ممکنه بخشی از ویژگی‌های این اختلال رو داشته باشم. این چی؟ خب این به خاطر اطلاعات اندکه. دانشجوی پزشکی، دانشجوی روانشناسی وقتی که تازه اختلالات رو میخونن میگن ای وای این بیماری من دارم، این بیماری من دارم، این بیماری دارم، سندروم دانشجوی پزشکی یا سندروم دانشجوی روانشناسی. نباید نگران باشیم. منتها اطلاعات اندک خطرناکتر از اطلاع نداشتنه. درسته. اونجا باید بره فرد اگه نگران داره بیشتر پرسجو کنه، نباید نگران باشه که حتما این اختلال رو داره. یک مشکل دیگری که کشور ما داره، قانون سلامت روان نداریم. ما مدت هاست ما داریم پیگیری می‌کنیم این امر رو، یعنی بارها شده چه در دوره به حال ریاست سازمان نظام به واسطه جناب دکتر هایتمی، چه در دوره ریاست سازمان نظام آقای دکتر آشتیانی که البته هر بار ما دعوتشون کردیم واقعا تشریف آوردن و پاسخگو بودن. این نکته رو بارها شده عنوان کردیم. حتی وزارت بهداشت شاید
متولی اصلی وزارت بهداشت باشه که باید قانون بنویسه، لایحه ببره مجلس، تبدیل به قانون بشه که بدونن برای سلامت روان ایران چه باید کرد. پیشنهاد شما برای این قانون‌گذاری چیه آقای دکتر؟ ببینید ما بایستی از تجارب جهانی و تجارب بومیمون، تحقیقاتمون استفاده کنیم، یه قانون بنویسیم در مجلس تصویب بشه که هر دستگاهی بداند در راستای تامین سلامت روان ایرانیان چه نقشی داره. و رئیس جمهور دولت چهارم چقدر میتونه در این قانون‌گذاری موثر باشه؟ خیلی زیاد، چون وظیفه اون و وزیرشه، اون و وزیر بهداشتشن که بعد این قانونو ببرن مجلس. مجلس هم مهمه ها، ولی باید یه لایحه ببریم ما مجلس، لایحه رو دولت میبره. بله. باز یکی دیگه از چالش ها شاید آموزش ناکارآمد روانشناسی و مشاوره باشه. ما بی‌رویه دانشجو میگیریم و ناکارآمد آموزش میدیم. اینم از اون چیزایی است که هم وزارت علوم هم وزارت بهداشت بایستی در دولت 14 بهش بپردازیم. یعنی اونطور که باید بازدهی دانشجویان حوزه روانشناسی زیاد نیست. اشکال از ماست که دانشجوامون خوب تربیت نمی‌کنیم. به این دلیل که گسترش بی‌رویه دادیم. ما از یه طرف یه فرصت داریم که 300,000 تا دانشجو داریم، از یه طرف همین 300,000 تا رو چجوری تربیت می‌کنیم؟ و این آسیبش چی میتونه باشه؟ آسیبش اینه که وقتی من خوب تربیت نشده باشم، خوب بلد نباشم، اون وقت نمیتونم به مراجع کنندم کمک کنم. اون میگه که بابا روانشناس فایده نداره که، من رفتم جواب نگرفتم. و وقت مردم مراجعه نمی‌کنن. بله. یکی دیگه از مشکلات ما ضعف تشکیلاتی، ساختاری و بودجه‌ای سلامت روانه. ببین وزارت بهداشت متولی تأمین سلامت ایرانیانه. بار بیماری‌های روان 14%، یعنی مشکلاتی که ایجاد میکنه. بله. اما بودجه ما 3.5%، 3.58%. 3.5% بودجه وزارت بهداشت به سلامت روانه با یه اداره کل کوچولو. و این یکی از مشکلات هست. خب این برمیگرده به تخصیص بودجه مجلس احتمالاً. خب باید خود دولت هم باید اونجا رو اصطلاحاً تشکیلاتش رو بزرگتر کنه. چه بسا ما واقعا نیاز داریم به یک معاونت سلامت روان، نه یک اداره کل سلامت روان. چرا اینقدر به نظرتون سلامت روان بعضی جا بی اهمیت جلوه داده میشه؟ ببینید سلامت روان الان نگرش مردم خیلی بهتر شده و مسئولین. بله. اما اگه برگردیم 50 سال 60 سال 100 سال قبل، مردم فکر می‌کردن سلامت روان کسی نداره یعنی مجنونه، یعنی روانپریشه، یا اصلاحی می‌کنم دیوانه است. میگم من دیوونه‌ام برم پیش روانشناس. به همین دلیل از قدیم به نظر من چونه سلامت روان تو وزارت بهداشت، وزارت بهداری بهزیستی سابق کوچیک گرفته شده. درسته. مسئله بعدی شمول ناکافی و ناقص بیمه های سلامت روانه. اصلا بعد از سالها تلاش تازه 2 تا از گرایش های روانشناسی سلامت و بالینی. در صورتی که ما 300,000 تا همشون بالینی و سلامت نیستن. ولی یه نکته هم اشاره کنم، من خودم به عنوان کسی که روانشناسی تربیتی رو تحصیل کردم، چقدر عمده مراجعین برای روانشناسی تربیتی بیشتره. برای مشاوره تحصیلی میاد، برای انتخاب کنکور میاد، برای انتخاب رشته میاد، برای اضطراب امتحان میاد. همه گرایش‌های روانشناسی باید بیمه باشن. چرا؟ کی گفته؟ من روانشناس بالینی ام، ولی چرا فقط باید بالینی و سلامت؟ اونا مراجعه کننده دارن. آقای دکتر ما روز پنجشنبه همین هفته قراره به موضوع به حال این بودجه هایی بپردازیم که شاید تعرفه های متغیر دارن خیلی‌ها در مراکز مشاوره مختلف. حالا دعوت میکنم حتما روز پنجشنبه بیننده گفتگوی ما باشید. اما خب این تعرفه ها و بالا پایینش هم این مقدار دغدغه ایجاد کرده. یعنی مثلا خانواده ما به فرض مثال اگر شامل حال بیمه هم بشه، بیمه میاد میگه مثلا از چه میدونم حالا به فرض مثال 2 جلسه 3 جلسه، یا مثلا الان اومدن برای دانشجوهای مثلا برای دانشجوهای ارشد اومدن 430,000 تومان اعلام کردن، دانشجویان دکترا 470,000 تومان. خب این عدد 370,000 تومان اصلا میگم اصلاح میگم 320 تومان و 370,000 تومان. اینو اگه بیمه هم بخواد پرداخت کنه 100 خورده هزار تومانشو پرداخت کنه. واقعا الان تعرفه ها بر همین مقدار گرفته میشه. ببینید تعرفه برای روانشناس پایینه، برای مراجعه کننده بالاست. همین مردم نمیتونن پرداخت کنن. اینجاست که باید بیمه ها و دولت و حاکمیت بیاد نقش پررنگی داشته باشه. اینجاست که باید بیاد عمده اینا رو بیمه کنه. بله. اون وقت اون خدمت میتونه اونو افزایش بده، از اون طرف هم مراجع کننده میتونه پرداخت کنه. چرا؟ چون 80% 70% بیمه میده. الان 30% بیمه میده، 30% تعرفه دولتی رو. دقیقاً. یعنی 60-70 تومان از اون 370 تومان. بله بله. و در نتیجه این خودش یک مشکل اساسی هست برای سلامت روان جامعه ایران. به والله سلامت روان بیس خیلی از آسیب هاست.
اصلا سرمایه گذاری خرج کردن در سلامت روان هزینه نیست، سرمایه گذاریه. دقیقاً. اینو من امیدوارم که کاندیدای محترم بهش توجه کنم. بابا اینجا سرمایه گذاریه، مثل آموزش پرورش، مثل خانواده، مثل آموزش، مثل تربیت. همینطوره. اینو خرج نیست. آقای دکتر ما 6 دقیقه دیگه زمان داریم. بله خب بفرمایید. بذارید تو این 6 دقیقه من بگم چه فرصت‌هایی ما داریم و کاندیدای محترم توجه کنن و ستادهاشون. یکی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بند 3 که به بحث سلامت روان پرداخته. این خودش یک ظرفیته. سواد سلامت روان جامعه نسبتاً افزایش پیدا کرده. الان خیلی‌ها میگن میریم تراپی، اما باز باید تو این زمینه هم کار بکنه. اما همین خودش همزمان با سواد شدن مردم یک فرصته. وجود رسانه‌ها به خصوص تلویزیون، رادیو، اینا یه فرصت خیلی خوبی است که واقعاً کمک کرده رادیو تلویزیون به ارتقای سواد سلامت روان جامعه و تعداد بالای روانشناس در کشور. درست آموزشاشون خیلی کیفی نیستش، اما این ظرفیت همینا رو ما دورای بازآموزی بذاریم و دولت کمک بکنه، کلی میتونه کمک بکنه. اما حالا چه باید کرد؟ چه مطالباتی ما از کاندیداها داریم؟ یک، از اسناد بالادستی کمک بگیرید، از ظرفیت بند 3 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری کمک بگیرید و به ما کمک بکنید و به جامعه کمک بکنید. رصد منظم آسیب‌ها و بعد مهمتر از اون پذیرش واقعیت. اجتناب کنیم از اینکه آقا تا یه چیزی میگه سیاه نماییه. به والله وقتی آمار منتشر بشه آدمای دلسوز میان یه فکری میکنن. درسته. در همین بحث خودکشی رزیدنت ها اگر ماها تو NGO ها اینقدر نامه نمیمیشیم، به رئیس جمهور شهید نامه نمیشیم، به وزیر بهداشت نامه نمیشیم، الان کارهای خوبی داره در وزارت بهداشت صورت میگیره برای بحث پیشگیری از خودکشی در رزیدنت ها. اما فقط این کافی نیست دیگه، بقیه دستگاه هم هستن. بهره‌گیری از کارشناسان مجرب، دلسوز، بدون نگاه سیاسی. بابا کار کارشناسیه. خیلی جاها میگن فقط وزیر و معاون وزیر پست سیاسیه. مدیر کل رئیس یه جایی مثلا بهداشت اصلا سیاسیه، همه سلامت اصلا غیر سیاسیه. گسترش عدالت اجتماعی در همه ابعاد. چرا؟ چون عوامل تعیین کننده های اجتماعی سلامت مهمن. پس باید همه کارهای دولت باید پیوست سلامت روان داشته باشه. هر طرح و ایده‌ای که داره، هر برنامه‌ای که داره اجرا میکنه. گسترش شمول بیمه ها رو گفتم. سهم بیشتر بودجه 3.5% کمک نمیکنه. اگه سلامت یعنی سلامت جسم، روان و اجتماع و حتی معنوی، اون وقت 1/4 این میشه. 14% بار بیماری ها سلامت روانه. پس 14% بودجه هم باید باشه، نه 3.5%. مردم رو مشارکت بدین. شعار امسال اینه که مردم رو مشارکت بدین. NGO ها، سمن ها، مراکز مشاوره خصوصی رو تقویت کنیم، سازمان نظام روانشناسی رو تعیین تکلیف کنیم، وضعیت رو مشخص کنیم و نهایتاً تلاش کنیم جامعه ما جامعه امیدوار، با اعتماد، اخلاق محور و صادق باشه و این بیش از همه به عهده مسئولان و مدیران ارشده. سرمایه اجتماعی یعنی حرفی که من میزنم شما بگین حرف درسته. چرا؟ چون قبلا هم حرفای درست زدم. میرن تو بازار میگن اگه این چک تو فلان حاجی امضا کنه من قبول میکنم پشتشو. پس اعتماد، حاکمیت، کاندیدای محترم وعده‌های دروغی ندن، بیان اعتماد سازی کنن. بله. این چیزایی است که به نظر من کمک میکنه در حوزه سلامت روان. خیلی نکات مهمیه و سپاسگزارم از اینکه اینقدر دغدغه‌مندانه مطرح کردن. یعنی آقای دکتر یعقوبی جزو همون دسته از متخصصین و البته مسئولینی هستن که خودشون با دغدغه عنوان کردن همه این موارد و تازه به نظر من آقای دکتر خیلی وقتا در حوزه سلامت روان وقتی صحبت میکنیم به این نکته هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم که فرقی نداره بزرگ کوچیک، زن مرد، پیر جوون، همه این دغدغه رو دارن و شاید مثلا اگر سلامت جسمانی توضیح میدیم یکی از اعضای خانواده دغدغه و مشکلی داشته باشه، ولی سلامت روان حتی اگر یکی از اعضای خانواده هم دغدغه جسمانی داشته باشه تحت شعاعش دغدغه‌های روحی و روانی بسیاری برای اعضای خانواده فراهم میشه و امیدواریم این امر رو جدی بگیرن، بیش از پیش هم بهش بپردازن. اگر کلام پایانی دارید ما شنونده هستیم. خواهش میکنم. ببینید من فکر میکنم که میخوام یه نکته بگم که مردم نسبت به سرنوشتشون حساس باشن، مسئولیت پذیر باشن. انتخاب رئیس جمهور خیلی تو زندگی ما تاثیر داره. بله. رئیس جمهور میتونه 18 تا وزیر انتخاب کنه،
چند ده تا معاون وزیر انتخاب کنه، چند صد تا مدیر کل انتخاب کنه، 31 استاندار انتخاب کنه، 482 تا فرماندار، چند صد تا بخشدار، چند صد تا رئیس دانشگاه و همه ارکان. پس و اینا سیاست‌های اقتصادیش، فرهنگیش، اجتماعی، سیاسی، امنیتیشون، اینا رو یک استاندار انتخاب کنه، 482 تا فرماندار، چند صد تا بخشدار، چند صد تا رئیس دانشگاه و همه ارکان. پس و اینا سیاست‌های اقتصادیش، فرهنگیش، اجتماعی، سیاسی، امنیتیشون، اینا رو زندگی جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران، نایب رئیس انجمن روانشناسی ایران و نایب رئیس انجمن رواندرمانی ایران. به این نکته هم اشاره کنم، شاید دلیل اصلی که اصلا ما امروز سعی کردیم برای مطالبات حوزه سلامت روان در خدمت جناب دکتر یعقوبی باشیم، عنوان اولی بود که من به هر حال قید کردم: رئیس جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران یا آسیب به خود ایران. اگر چنین دغدغه‌ای در کشور ما و سایر جوامع و سایر کشورها وجود داره، پس باید بر حوزه سلامت روان هم اهمیت ویژه‌ای قائل باشیم. متشکرم از اینکه ما رو تماشا کردید. حوالی ساعت 15 با بخش بعدی مثبت سلامت در جمعتون خواهم بود.